سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین. سعید هستم. اومدیم با یه واکتوری دیگه از بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک. خوشحالم که همراه من هستین. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. حمایتم کنید، دستتون درد نکنه. به همتون. خب بچه ها، یه توضیح از پارت قبل بدم بهتون. پارت قبل ما رفتیم برای باز کردن اون گفلای لعنتی که پیشگوشی رو از یه جایی پیدا کردیم که باید میرفتیم و برق این ترن رو راه مینداختیم، یا همون قطار رو. بعد رفتیم یه جایی بودش که چجوری بگم، لونه عنکبوتا بود. بعد مادرشون اون بالا بود، ای میزایید اینا رو مینداخت به جون ما. رفتیم اونجا، خلاصه همون ورودی اولمون ما رو مصدوم کردن، شبیه اون فیلم های بیگانه هستش. اینجوری یه چیزی کرد تو دهنمون و مصدوم شدیم. بعد دیدیم که یه سری جونور منور داخلمونه داره اینجی میچرخه. بعد با خون سبز اون جونورا رو بالا میاری. رفتیم اونا رو کشتیم و یه 4 تا مخزن بود، باید میبردیمشون، برقشون رو وصل میکردیم. بعد این کارو که کردیم اومدیم بالا، برق رو که راه انداختیم همشون ترکیدن. از اونجا که زدم بیرون، نمسیس آقا افتاد دنبالمون و ما هم چیکار کردیم؟ طبق معمول از دستش فرار کردیم. و یه صحنه خیلی جالبی بود که برید ببینید پارت قبلی، که نمسیس یه دونه شطرق زد به اون زامبیایی که خودش ساخته بود و زامبیای اینجوری دور خودش چرخید و افتاد زمین. صحنه ای که فکر نکنم کسی براش اتفاق افتاده باشه، یا اقل من ندیدم حداقل. بعد برو که وصل کردیم و دست اونم فرار کردیم، کالرسیون عشقم اومدش گفتش که برگرد به قطار که راه بیافتیم بریم دیگه عزیزم. بعد اینم گفت عزیزم خودتی، من همکارتم فقط، که اونم زیاد همکارت نیستم، فقط دارم همراهیت میکنم. ما هم گفتیم باشه دیگه، بریم دیگه، بریم پارت جدید رو شروع کنیم. خب لایک و ساب و کامنت یادتون نره. مرسی، حمایت هم کنید. خب ما الان باید بریم اینجا سوار قطار بشیم. اینم بگم تمام لوتا رو ما جمع کردیم به جز یه دونه توی خود شهر بود فکر کنم، اونو نتونسته پیدا کنیم. اوه، اسم این نیکولایه که صفتون رو کش همکار خودشو، قبل اینکه همکارش یه چیزی بگه. خفه شو بابا، الان ما اون قطار رو راه نمی‌انداختیم می‌خواستی چه گویی بخوری؟ کثافت. بریم مو قشنگ، ولش کن. بابا قهرمان بازی در نره، بیا بریم. کسا بیا بریم، ولمون کن. باباش داره میای؟ بذار من برم، فقط بذار من برم، هیچ کاریت ندارم. خب بادا رسید، بادا
ای بمیری. نتیجه اخلاقی: قهرمان بازی در نیاورید. به فنا رفتیم. باید خودمون رو برسونیم الان. زور بازو. کارلوس زهرمار. کارلوس باید یه راه دیگه پیدا کنیم بری بیرون. داشتیم میرفتیم بیرون. کثافت. نقشه اینجا رو بده حالا. جهنم. خوبه. آره پرفکته. جا هم نداریم. غیر پرفکته. من الان چی رو خالی کنم آخه؟ خب اینجا چه خبر؟ چی داره؟ 10 تا تیر. 4 تا. خوبه. خب من اینو چه غلطی بکنم اونا؟ گیاه میان نداریم اینجا؟ چیکار کنیم الان؟ ای بابا اشکوشی ها لازم داریم. دارش ببخشید. ای مسلسل رو میارم تو میذارم بیرون. بعد را استفادت میکنم با گیره نکنم. ای بابا تو هم بیا اینجا. تو هم بیا اینجا. برو اینجا. مسلسل بدبخت میاریم تو استفاده نمیکنیم میذاریم بیرون. یه سیو هم میذاریم اینجا که بعد بریم چه غلطی باید بکنیم. خب بریم این ور ببینیم چه بلایی میخواد سرمون بیاره. سر این قهرمون بازی لعنتیش. خب یا اول فصل پشمام. صدای چی بود؟ بریم تو اون اتاق اول. اینجا به نظر خیلی خطری میاد. چیه؟ چی میخواد؟ نمیدونم چی میخواد. پاور سورس. برق میخوایم؟ باتری پک. باتری میخواد. دقیقه بذار بریم اون ورم نگاه کنیم. شاید لوتی چیزی بود اینجا. هیچی نیست سعید جا. فاضلابه. چه لجندونی اینجا. اینجا قرمزه. باید ببینیم لوته کجاست. چی بود؟ سبز شد. خب میریم بالا.
بمیری. باتری میخواد اینم. اینم که بسته است. خدایا دست این جیل قهرمان بازی. ببین کجا کشونی ما رو. این فاضلاب کثیف. این ور بریم اون ور بریم. مستقیم بریم اینجا تموم میشه نقشه. اول اونجا رو بریم. اینجا بود؟ آره. یا ابوالفضل این دیگه چیه؟ باش یه دونه از اینا مهمونت میکنم. داشت دو پا بودی؟ شبیه دایناسوره. اینجا آبیه. خب بریم بالا ببینیم چی هست تو این اتاق آفیسه. سلام. خب اینجا چی داریم؟ اکسپلورسیو بی. برای چیه این؟ دیگه چی هست؟ اوه نارنجک انداز. واو سعید ریدی جام نداری اینو برداری. بذار خالی کنیم. چند مشکل جا دارم من آخه. بذار اینا ترکیب میشم با هم. نه خب من چی رو بندازم تو آخه الان؟ چقدر تیر هندگان داریم؟ خب داداش با عرض پوزش تو رو میندازم تو. دارم میندازم تو. خب اونو برداریم حداقل. کجا رفت؟ یا عزیزم بذار من قیافت رو ببینم چجوریه. دو تا هم تیر داری. اوه خب من الان تو رو هم بندازم تو. دو تا دونه تیر داری آخه. بندازم تو حالا فعلا. شاتگانه رو داریم دیگه. جامو باز شد میام سراغت. خب تمام شد اینجا. سیو نزدیم. یه سیو بزنیم چون سیو نزنیم باید همه این مراحل دوباره بریم. قهرمان بازی جیل هم باید ببینیم. خب ما برگشتیم که الان باید بریم این بر. ببینم این برم هست.
آره بریم این ور. یا ابوالفضل داداش تو که با این میمیری یه دونه از اینا بگیر حالشو ببر. احساس میکنم بازم میخواد بیاد این کوفتی ها. اینجا راهه. داداش رود انی شده. گان پاودر. اینجا چی داریم؟ همین است. اینجا نردبونه کجاست؟ نردبونه اون بره. خب ما برمیگردیم همینو برعکس میریم مستقیم. آماده کنیم یکی دیگه اومد که اومد. لال چی سعید؟ خوبیش نه با این نارنجک کارشون تمومه. تیر اوناست لعنتی. آبی شد. خب بریم این بالا ببینیم چه خبره. یالا اینجا مرکز کنترله. تو چی؟ با آتش پک پیدا کردیم. یعنی ای خدا جان من بگو اینجا یه چیز هست که من اینو حداقل اینو بده. سگ خورد با این ترکیب کنم. گان پاودر از اینا سبزش. ما گان پاودر رو ترکیب کنیم با هم 30 تا. جان من برو اینجا. ایوه الان میتونم اونو بردارم. خب ای لعنت بهت. چه غلطی بکنیم الان؟ این همه رو باید برم اونجا خالی کنم خودمو. چیه؟ توضیحات در مورد باتری هست. ببینم این من چیکار کنم؟ چه باید برگردیم دوباره تا اونجا اون خراب شده بریم. حالا اینا رو بردارم. باتریه بمونه فقط اینجا. چیز دیگه نبود اینجا. نه بریم که این همه راه باید برگردیم پایین دوباره. باید بریم دست راست.
درست داریم میریم. اونجا هم یه تیر جا گذاشتیم. باید بریم چپ. چی راست؟ یه دقیقه تو برو اینجا، من یه دونه از این گانپاودرهای بزرگ دارم، کمباین کنم با این. چه تیریه؟ اوه مگنام هم میده؟ تیر مگنام. به 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 به. خب بذار یه زردم دارم از اینا بزنم، اینم با این ترکیب کنم. عالیه. اینم با این ترکیب میشه. اینو دیگه چه کنیم؟ گانه رو بیارم. چرا بیارم گانه رو؟ نه بذار اینو بیارم، به درد میخوره. خب گان ندارم، اینم بذارم تو دیگه. خب ما خب این الان وضعمون خوبه. بریم اون آتاشغالامون رو اونجا برداریم. برای زمین سیب هم بزنیم دیگه. ضرر نداره. خب خب عزیزان دل، بریم باتری پکر رو برداریم. کجا بود باتری پکر؟ باید بریم این بر. اینو میریم، بعد میریم دست چپ. درست داریم میریم. آره میریم این بر. بده بیاد باتری پکو. یه دونه هم جا داریم، خوبه. الان باتری پک رو برداشتیم، باید بریم اون ور، جایی که اون دره بود اول باز شده بود. آره دیگه همین بره. این تا ته میبشیم دست چپ. یا علی داداش ولم کن. بیا بمیر ببینم چه صفت. آره جیل هول نشو. خب ما باید بریم اینجا. ای بابا دست از سرمون وردار دیگه. با چی بزنم تو رو آخه؟ با کن دهنو. شاتخانم قویه ها، با 3 تا زد پاچون داشت. خب ما اینو باز کنیم.
اینجا چه خبره؟ ای بابا خب اون پاهات چجوری میپری خدا وکیلی؟ این را به من بگو. خب ایول این در رو وا کردیم. خب اینجا چه خبره؟ بذار ببینیم. اینجا همه چی سبزه. بذار ببینم. نره مگه کجا بود زدیم پایین؟ باید بریم اون اتاقی که اون بره. خب اینجا باتریه رو میخواد. ولی اینجا رو وا کردیم. از اونجا میتونیم باتریه رو هم بذاریم اون یکی اتاق. اینجا ورش میداریم. آفرین. اینجا قفل میشه. میریم میذاریم اونجا. اینجا هم که سبز همه چی. خیلی خوب. ببینیم اینجا چه خبره. چرا اینقدر تاریکه اینجا؟ چیه؟ گاند پاودر بده بیاد. چیه؟ ایول نایس. چقدر این بازی دلنشین و خوب و حالا ما برای چی اومدیم اینجا دقیقا؟ چی رو میخوایم برداریم؟ چی رو؟ دره؟ خب کجا بریم؟ بذاریم باتریه رو هم برداریم. تو اتاقی که چیزی نبود. بریم پایین عزیزم. خب آها ایول قبرستونی اومدیم. اوه صدای اون چیزه اومد دوباره. کجایی؟ آش اینم از تو. 160 تیر هندگان داریم. Very nice. بریم بالا. بالا بریم چه خبره. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything okay? وای عشقم. Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. سبز اینجا. بریم بالا. یا ابوالفضل. داداش فرار. بدو دریم. بذار من برم. آره داداش استفاده میکنه. وپن هایشون استفاده میکند.
خوبه بچه، اینجا یه جای سیف هست. میخوایم پارت رو همینجا ببندیم. بذار اول ببینیم بعد چه خبره. خوبه تا هم بده بیاد. خب بچه ها بذار ببینم این دوتا با هم ترکیب میشه. یه رنگ دیگه ای تیر داد. خب الان ما رو ترکیب کردیم. دیگه چی میمونه؟ هیچ. خب بچه های ذره سر و سامون بدم به اینو. میخوایم پارتو ببندیم. خب یه کامپاودر داریم اینجا. بیاد اینجا. همون تفنگمون هم بیاریم. جا الان داریم برای تفنگه. داداشم یا برو اینجا. خب ما کامپاودر هم میذاریم اونجا. خونم زیاد داریم میخوایی. اینو با اون قرمز عوض میکنم. قرمز همون زیاد تره. خب برو تو. قرمز رو بیاریم اینجا. خب تو هم برو دیگه. خیلی خوب اینجا یه سیو رو بزنیم و خیلی خوب بچه امیدوارم از این وکتورهای پارت سومش هم خوشتون اومده باشه. پارت 4 بود فکر کنم. پارت 4 خوشتون اومده باشه. بوس به دماغ تک تکتون. سعید هستم. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. حمایت هم کنید. و همتون